خیلی خوش آمدید به تاجیکستان و هواداران موسیقی خیلی شاد هستند که شما به تاجیکستان آمدید. اما می شود پرسید که مثلا سالهای اخیر چرا هنرمندان و آوازخوان‌های ایرانی کمتر به تاجیکستان می‌بیایند؟ مثلا به دیگر کشورها، به ترکیه، به گرجستان و دیگر کشورها زیاد میرن تقریبا هر ماه، اما به تاجیکستان کم. سبب چی باشد؟ اون کشورهای دیگه که میرن برای مشتریان فارسی زبان ایرانی میرن، چون اونا توریستن اینجا اگه بخوام بیان باید بیان برای خود تاجیکا بخونن و مشتری ایرانیان کمتری هست از ایران به اینجا بیان. برای همین برای تاجیکا میخوام بخونن، تاجیکا باید علاقه داشته باشن بیارنشون. شما باید علاقه رو نشون بدید، بگی آقا فلانی رو برداریم بیاریم. That's why you متوجه میشید چی میگم؟ بله. اونا به خاطر توریستا شهرهای دیگه بیشتر برنامه اجرا میشه، چون اینجا بیشتر توریستش ممکنه یه مقدار کمتر باشه. باید خود تاجیکا این درخواستو کنن که ما این برنامه رو دوست داریم که اسپانسرها، برنامه‌گذارها اینا انجام بدن. ببخشید شما مثلا از شاعران تاجیک با کدامش همکاری دارید و آیا قصد دارید که مثلا یک سرود تاجیکی یا با یک آوازخوان تاجیک بسرایید؟ هنوز با هیچ عزیزی به خصوصی صحبت نکردم راجع به آوازخوانی به کار تاجیک، ولی انشالله حتما یه لیستی دارم که الان حضور ذهن ندارم، اسامیشون رو نوشتم، انشالله باهاشون ارتباط خواهم انجام داد که بتونم کار تاجیکی اجرا کنم. اوکی، خیلی خوب. شما که مثلا دور از ایران زندگی میکنید، همین دوری از وطن به شما و دیگر هنرمندانی که بیرون از ایران زندگی میکنند چه تأثیری میگذارد؟ خیلی سخته. ما به زبانی میخونیم که نمیتونیم با اون مخاطبین به راحتی در ارتباط باشیم. خب خیلی سخته. اصلا سیستم این سختیه بسیار زیادیه که من نمیدونم کسی تا توی این موقعیت نباشه نمیدونه چطوری چه ابستیکل هایی و چه مانع هایی وجود داره. منصور یک ترانه دارید شما با نام آزادی و برخی هم فکر میکنن که این ترانه‌تون به رادیوی آزادی بخشیده شده و میخواستم این سرود رو همراه با به هواداران خودتان طریق و وبسایت رادیو آزادی بسرایید. محبت میکنید، خیلی محبت میکنید. انشالله. میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده، آزادی جای تو خالیه، آزادی 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 کجایی؟ آزادی 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 آزادی. خیلی ممنون.